رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند. مفهوم و مضمون حدیثشان است که 7 نفر بعد از مرگشان حتی در پرونده نامه اعمالشان اجر و پاداش نوشته میشه که از جمله کسی است که حفر چای آب در دسترس مردم قرار داده باشه. از آنجا افتخار است که در ولایت زیبای فاریاب در قیصار فاریاب با مبلغ تقریبا 3 لک افغانی چای آب حفر کردیم که هم اهالی منطقه میتونن از او مستفید شوند و هم کسایی که میان به خاطر وضو به نماز اونا نیز میتونن از این آب مستفید شوند. فقط شیردان هایش در این موقعیت است، ولی خود چهار ما در قسمت البته دیگه حفر کردیم بعد پایپ دوانی شده است. الله متعال کسانی را که در این امر خیر سهم گرفتن اجر و پاداش بده و انشالله من مطمئن هستم که در روز آخرت سبب نجات برشان خواهد بود. لینک ها مشاهده میکنین و همچنان شماره تماس میتونین با ما تماس بگیرین. انشالله موقعیت های مختلف است در شهر زیبای فاریاب و ولایات دیگه که مردم نیاز به آب آشامیدنی و یا حداقل نیاز به در واقع آبی دارن که بتونن با او وضو کنن. ما حالا بر شما همون جایی را نشان میتم که در واقع اصل خود چای آب در او حفر شده است و بعد پایپ کشی شده به او قسمت ها. شما در عقب ما میبینین بله در قسمت چای آب حفر شده است و کسانی که سهم گرفتن الله متعال اجر پاداش بده و سلام علیکم و رحمت الله.